در دورانی که کرونا همه عرصه‌های هنری رو به رکود کشونده، خامنه‌ای یک فیلم کرونایی پلیسی رو در رسانه‌های اصلی نظام کلید زده. دادگاه نمایشی اکبر طبری که قرار از جلادی به اسم رئیسی یه بتمن درست کنه که میخواد عدالت رو به شهر گاتهام برگردونه. بندازمت پایین؟ نه مرگ ما دست بردار تو مرخص شدی حیف شد دیگه نمیخوام دوباره برگردم. سناریوی این دادگاه نمایشی اتفاقا خیلی ساده و روشنه. قرار این پیام رو القا کنه که قاطعیت و صداقت در مبارزه فراجناحی با فساد رئیسی را پس از سلیمانی محبوب ترین شخصیت کرده. چقدر با عجله کجا؟ وایس بینم اولا کی گفته سلیمانی جانی شخصیت محبوبیه؟ که حالا بعدش رئیسی محبوب باشه؟ اینو از کدوم نظرسنجی بیرون کشیدی؟ کرفس اگر اعتماد به نفس اینو داشت میرفت کنار موز مینشست. حالا موضوع اصلی این نمایش چیه؟ یکی به اسم اکبر طبری که 20 سال معاون اجرایی قوه قضاییه آخوندی بوده، یهویی با یک کامیون اتهام از توی دادگاه جلوی دوربین سر در آورده. نفوذ در پرونده ها و برخی روابط ناسوا، دریافت ویلای لوکس 420 میلیاردی در قبال تبرئه یک متهم اقتصادی. دفتر طبری کانون مراجعه برخی از متهمان برای حل پرونده خود. واریز مبالغ قابل توجهی به حساب طبری در ارتباط با اقدامات متخلفانه اراضی کلاک لواسان. اینها از جمله اتهامات طبری معاون پیشین حوزه ریاست رئیس سابق قوه قضاییه است. ساده بخوایم بگیم دستگاهی به اسم قوه قضاییه که جاهای دیگه دنیا کارش اینه که بره با فساد و اختلاس و دزدی مقابله کنه، تو نظام آخوندی در اومده که خودش کارچاق کنه همه دزدا و زمینخوارا بوده. اما همین فضاحت و آبروریزی رو تلویزیون آخوندی میخواد به عنوان عسل برای مخاطبش سرو کنه. قوه قضاییه بارها و بارها اعلام کرده که خط قرمز برایش معنایی ندارد. مصداق این سخن را میتوانید در این دادگاه ببینید. برخورد با متهمی که در بدنه قوه قضاییه بود. قوه قضاییه روی هیچ کس خط قرمز نداره، فقط ظاهراً این خط به بعضیا که میرسه منحنی میشه و از کنارشون رد میکنه. مثلا به اتاق بغلی رئیس که میرسیده دور میزده و خلاصه خیلی اصرار نداشته که حتما بره تو همه اتاقا رو چک کنه، چون این تازه متهم ردیف اولشونه. حداقل 20 تا دیگه مثل خودش توی این پرونده دست داشتن که توی این سالیان خط قرمز از کنارشون رد میشده. آقای آمولی لاریجانی زیر گوشش 2 تا اتاق اونورتر تو دفترش یه کسی فسق و فجور میکرده. اما تلویزیون آخوندی کاری به این چیزا نداره. مهم اینه که الان رئیسی اومده و قراره که این قورباغه رو رنگ کنن و به جای فولکس واگن غالب کنن. علی اکبر طبری‌پور معاون پیشین حوزه ریاست رئیس سابق قوه قضاییه بود. رئیس جدید قوه قضاییه 7 روز پس از اینکه بر مسند ریاست قوه قضاییه نشست، طبری را برکنار کرد، چرا که اولویت آقای رئیسی برخورد با فساد درون قوه‌ای بود. ما مبارزه با فساد را شروعش از درون قوه قضاییه دیدید که دیگه ادعا نبود. به این ترتیب میشه از جلادی مثل رئیسی یه بتمن درست کرد که اومده عدالت رو برقرار کنه. انگاری که یهویی از آسمون رئیسی افتاده وسط این مملکت میخواد با فساد درون قوه‌ای برخورد کنه. خب سوال اول اینه که همین رئیسی قبلش کجا بوده؟ بله، ابراهیم رئیسی 10 سال معاون اول قوه قضاییه بوده. آها، یعنی تو همون دستگاه، تو همون ساختمون. یعنی فقط چی؟ اتاق اونوری. ولی یعنی اینا این ور راه رو بودن، اون ور راه رو بوده. اصلا با این همه فاصله اصلا نمیتونسته بدونه که اون ور راه رو چه خبره. حالا بخواد کاری هم بکنه اصلا نمیشه. بعدم فساد درون قوه‌ای بوده، کسی ربطی نداره اصلا.
حالا اینکه این پولایی که اینا بالا میکشیدن مال مردم بوده و مردم دارن توی فقر بدبخت میشن، زیر گرونی له میشن، مهم نیست که. اسم این چیزا فساد درون قوه‌ای بوده. فسادش درون قوه است، به چاپش از مال ملت. در زیر گوش رئیس دستگاه قضایی کشور، رئیس قوه قضایی کشور، افرادی در تشکیلات معاونت اجرایی دفترشون بوده که الان 2-3 روز دادگاهشون داره برگزار میشه و این افراد فاسد کارچاخ گردنکشان و گردن کلفت‌ها و مفسدین اقتصادی و سیاسی بودن. اینا پدر ملت رو در میاره، نه تحریم. رئیس حفاظت اطلاعات اون قوه‌ای که همه این سالها میدیده، این 20 سال اونجا داشته فساد میکرده و اون دستگاه حفاظتی برخورد جدی رو انجام نداده، اونا الان باید همشون محاکمه بشن. ایزن خود رئیس قوه. مشکلمون ایناست، مشکل ما که تحریم نیست. پس افرادی که میدیدن در این 20 سال ولی هیچ کاری نکردن هم باید محاکمه بشن. چرا؟ چون اینا دارن به ملت ضرر میزنن، نه تحریم. جهت اطلاع مالکش اعظم و روحانی و همه اونایی که اونور آب قصه تحریم گرفتن، تحریم ها رو هم برداری، پول بریزی تو این مملکت، میره همون جایی که پولای قبلی رفت، یعنی میشه خرج فسق و فجور اینا. حالا حسابشو بکن، اگر تحریم نبود چقدر بالا میکشیدن. آخه یکی دوتا هم که نیست، تو همه ارگان نظام پره. زیر گوش بعضی از علما با لباس روحانیت مفسدینی میبینیم هستن تو دستگاه‌هایی مثل دولت، مثل مجلس، مثل قوه قضاییه که این مفسدین فسق و فجور میکردن، نه دستگاه اطلاعاتی باشون برخورد کرده، نه دستگاه قضایی برخورد کرده. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. پدیده اکبر عطری لکه ننگ بر دامن جمهوری اسلامی. این اصلا زیبنده جمهوری اسلامی نیست. هر ساعتی تلویزیون رو روشن میکنه داره دادگاه فساد اقتصادی بعضی از افراد مطرح میشه. پس چه کار میکردن دستگاه امنیتی، دستگاه قضایی؟ بعد این مشکل کوچیک دیگه اینه که اینا کسایی بودن که قرار بوده توی این سیستم مثلا با فساد بقیه برخورد کنن یا برن از اونها بازرسی کنن. نظام باید خجالت زده باشه از اینکه زیر گوش رئیس قوه قضاییه یک زالویی بوده پرونده‌های فساد هندل میکرده که عکسی که دیروز منتشر شده با فرغون و لیفتراک دارن پرونده این فردو میبرن. سوال بعدی اینه که اینا رو اصلا کی انتخاب کرد که اومدن تو قوه قضاییه؟ آیا اینا مثل علف هرز تو قوه قضاییه ثبت شدن یا یکی اینا رو کاشته؟ در پروژه اکبر طبری ما شخص اکبر طبری رو به عنوان یک پدیده مخرب، به عنوان یک مفسدی که عادی بوده مطالعه نمی کنیم. در محاکمه اکبر طبری حتما آقای آملی لاریجانی باید بیاد پاسخگو باشه در دستگاه قضایی. ایشون باید به عنوان یک کسی که شاهد بوده در این ماجرا بیاد در صندلی متهم بنشینه. خب پس به نظر میرسه که قضیه یه خورده بیخ داره و باید چند تا صندلی دیگه هم توی اون دادگاه خالی کنن. البته تلویزیون حکومتی میخواد اینطور قضیه رو جلوه بده که این آدما 1 2 تا 3 تا تک نفر بودن که داشتن زیرکی یه کارایی میکردن که حالا رئیسی اومده مچ همشون رو گرفته. به خاطر همین اصلا نمیخواد که اذهان روی رؤسای قوه قضاییه بره. مثلا توی این گزارش تصویری میبینید که تصویر آخوند لاریجانی رو پوشوندن در حالی که عکس اصلی اینه. حالا چرا؟ چون اگر پای رئیس قوه قضاییه به میون بیاد اون وقت سوال میشه که رئیس قوه قضاییه رو کی کاشته؟ خود علی خامنه. البته ولی فقیه فقط رئیس قوه قضاییه رو انتخاب میکنه دیگه، بعدش احتمالاً کاری نداره که اون داره چی کار میکنه. شکست خورد این پروژه رؤسای قوه قضاییه جمهوری اسلامی شکست خورده. معلوم شد علمایی که تا الان بالا سر دستگاه قضایی بودن نمره مصلح اجتماعی نمیگیرن. پس یعنی همه اونایی که ولی فقیه گذاشته سر کار هیچ کدوم نمره نمیگیرن؟ خب یه بار اشتباه انتخاب کرد، 2 بار اشتباه کرد، الان 40 ساله که ولی فقیهتون داره خطای انسانی میکنه. این که دیگه 10 ثانیه نیست، 10 سال 10 ساله. یا خامنه ای باید بگه که از این قضایا خبر نداشته
که پس غلط کرده که کسی رو که نمیشناخته گذاشته توی بالاترین منصب قضایی، یا اینکه خبر داشته که پس معلوم میشه که شاه دزد خودشو با همه اینا همدسته. میگی نه؟ پس چرا آخوند لاریجانی رو گذاشته رئیس تشخیص مصلحت؟ مسخره‌تر از همه اینه که چجوری میخوان این قضیه رو لاپوشانی کنن. الان اژه‌ای رو فرستادن که از قول آخوند لاریجانی بگه من و آملی خبر نداشتیم که تو دفتر بغلی داره چه اتفاقاتی میفته. میگه برای من و رئیس پیشین احراز نشد که تبری متخلفه وگرنه اقدام میکردیم. جالبه وقتی یکی یه خبری سر کرونا میده 30 ثانیه بعد طرف رو پیدا میکنن دستبند میزنن. یا حتی به تازگی مأمور گذاشتن که حتی توی پیج شخصی ملت توی اینستاگرام سرک بکشه که سر حجاب ملت بهشون گیر بده. اما تو رأس قوه قضاییه 20 نفر 20 سال داشتن رشوه میگرفتن و میخوردن، ولی برای اینا که همکارشون هم بودن محرز نشده بود که داره تخلفی صورت میگیره. با این حال رسانه‌های باند خامنه‌ای میخوان اینطور وانمود کنن که با این دادگاه و اومدن رئیسی دیگه همه چی تموم شد، چون رئیسی داره با فساد دانه درشت‌ها تو دولت و مجلس و قوه قضاییه مبارزه میکنه و ملاحظه کسی رو هم نکرده. مطمئنی ملاحظه کسی رو نکرده؟ مثلا تو مجلس اون بالا رئیس مجلس که داره نور بالا میزنه، چیزی تا به حال درباره تخلفاتش نشنیدی؟ من اگر پرونده سال 84 آقای قالیباف که دست من بود و نذاشتم منتشر بشه و دعوا کردم با بعضی‌ها در دبیرخانه که موقع انتخابات این نباید هیچ که مطلع بشه، اگر من اون مردانگی رو نکرده بودم شما الان اینجا ننشسته بودی. آقای قالیباف شما نمیخواد راجع به املاک و اموال مردم صحبت بکنید و بگید ما که همه اموالمون در اختیار قوه قضاییه است دادیم، شما هم که میباید طبق قانون میدادید، چرا ندادید؟ حالا آمدید اینجا ریاکاری میکنید. شما اگر برای زمین خیلی ناراحتید به ترقبه هم یه رسیدگی بکنید ببینید بستگان شما اونجا چیکار کردن. آقای قالیباف املاک مردم چی کردی؟ طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور 2200 میلیارد تومان املاک مردم بخشیدی، تخفیف‌های نجومی دادی، آپارتمان 10 میلیارد تومانی رو 2 میلیارد تومان دادی، نه پول گرفتی گفتی 20 ساله بیان پولش بدن. چه اتفاقی، رئیسی هم که همونجا نشسته بود. پس خیلی عجیبه که چیزی تا به حال راجع به تخلفات قالیباف و املاک نجومیش نشنیده باشه، یا مثلا چیزی راجع به واگذاری چند هزار متر مربع زمین و چند میلیارد پول نقد به همسرش. اون اطلاعات سپاه اینجا تحقیقاتی نمیکنه نه؟ یا اینکه خط قرمز داره؟ بابا اینا که اصلا با هم رفیق فابریکن، چاقو که دسته خودشو نمیبره. همه هدف از این ماجرای نمایش مبارزه با فساد تبری اینه که رئیسی و سپاه رو در درون نظام یک کمی بولد کنن، چون خامنه‌ای که الان 81 سال رو رد کرده دنبال اینه که رئیسی رو جانشین خودش کنه. اولش میخواست رئیس جمهورش کنه، نتونست، حالا میخواد با ریاست قوه قضاییه و نسخ کشی از این و اون یه سابقه‌ای توی نظام براش جور کنه که پس فردا که خواست ولی فقیه بشه کسی سر این آخوند بی سواد نق نزنه. وگرنه که این ادا و اصولهای مبارزه با فساد برای مردم که هیچ ارزشی نداره. مردم میدونن که از صد تا ذیل این نظام تو فساد و چپاول غرقن و فرقی با هم ندارن. میخوان گزارش کمیته تفاوض رو بخونن، یک کیف سایپا میاد توی مجلس تو صحن میچرخه، معروفه، یک کیف سایپا میچرخه، یک کیف ایران خودرو یه دور تو مجلس میزنه 50 60 تا رأی جابجا میشه. توی سازوکاری قرار گرفتیم که مجلسمون 1/3 نماینده‌اش رد صلاحیت میشن. سخنگویشون نگهبان میاد تو تلویزیون خودمون میگه، نه اینکه مثلا بی بی سی و وی او اینا بگن. سخنگویشون تو تلویزیون خودمون میگه 70 خورده ایشون قریبه به اتفاقشون، من میگم 70 خوردهشون قریبه به اتفاقشون پرونده اقتصادی دارن. یعنی سخنگوی شورای نگهبان کشور تو تلویزیون کشور داره به مردم میگه 1/3 نمایندگان مجلس که 4 سال اون تو بودن داشتن رأی میگرفتن فاسدن. بعد توی دولت
تقریبا همه کسایی که دور یه میز میشینن کابینه اینا، هر کدوم یه دختری یه پسر یه چیزی تو زندان دارن. آقای روحانی داداشش تو زندانه، آقای جهانگیری مهدی جهانگیری تو زندان بود، اون مثلا آخوندی پسرش تو زندانه، نعمتزاده دخترش تو زندانه و یه همچین حجم فسادی تو هیئت دولت. فقط یه وزارت جهاد کشاورزیمون 20 تا مدیرش بازداشت شدن سر موضوعات مختلف. بعد این وضع فساد تو دولته، اونم که قوه قضاییه همون بود که تو دوره آقای آملی مثلا ذیل خود ایشون آقای تبری دیگه مثلا نفر 3 و 4 قوه قضاییه، حالا با 1-2 واسطه به خود ایشون میرسید، اون بازداشت میشه، کلی از قاضی‌ها بازپرسا و این وضعیت فساده. اون چه که روشنه اینه که تار و پود این نظام با فساد و جنایت تنیده شده و چیز پنهانی هم نیست که مثلا الان رئیسی کشفش کرده باشه. این دادگاه هم نه تنها دردی از رئیسی و خامنه‌ای دوانه میکنه، بلکه اتفاقاً عبای مندرس ولایت رو بیشتر جر و باجر میکنه. یک کشوری با این ثروت عظیم هر چی میدوزن تموم نمیشه. خونه های که میبینم کاخ شاه در مقابل این چیزایی که اینا دارن میسازن صفره. در این مصاحبه شاهد باشید، من گفتم روزی فقرا این خونه ها رو آتش میزنن. من اون روزو میبینم که این، یعنی برای من عین روز روشنه که میبینم که این باستی هیلز روی عده میریزن میگیرن. یعنی من به عنوان کسی که جامعه رو میشناسم و دارم نگاه میکنم و میبینم که این بغض داره متراکم میشه. وقت بخیر و خدا نگهدار.